سلام دوستان عزیز، خوبین؟ سلامتین؟ شبتون بخیر باشه. یه نکته طلایی میخوام بگم که اگه بهش دقت کنیم خیلی نتایج کاری که انجام میدیم درخشان‌تر خواهد بود و متاسفانه خود من خیلی وقت بهش دقت نمیکنم. احتمالاً هممون شنیدیم میدونیم. و اون چیه؟ ما یک اصلی داریم به اسم اصل 80-20. این اصل چیه؟ به اصل پرتو هم معروفه. یه آقای بوده به اسم آقای ویلفردو پرتو، اقتصاددان ایتالیایی بوده. میاد بررسی میکنه زمین‌های ایتالیا و متوجه میشه که 80% زمین‌های ایتالیا متعلق به 20% جمعیت ایتالیاست. و این 20% که دارن بازار مستقلات ایتالیا رو کنترل میکنن. حالا چه نظر قیمت بوده، چه فایده خاص بوده. میاد شرکت‌های بزرگ بررسی میکنه، میفهمه که آقا 80% سود این شرکت بزرگ از 20% مشتریاشون داره به دست میاد و چیزهای مختلف رو بررسی میکنه و میبینه جاهایی که نتایج خوبه و درخشانه این اصلا داره تکرار میشه. و خب ما باید دقت کنیم دیگه. آقا ما یه عالم آدم میشناسیم، نباید تمام و توان انرژی و زمان رو بزنیم برای همشون مثل یکسان. باید 20%شون انتخاب کنیم، اون 20% که اشتراکات بیشتری داریم، آینده بهتری باشون خواهیم داشت و نتایج مثبت‌تری باشون به دست خواهیم آورد. 20% رو انتخاب کنیم، 80% توان و زمان و انرژی رو بزنیم برای اون 20%. میخوایم برنامه‌ریزی بکنیم برای امسالمون، 10 تا کار میخوایم انجام بدیم. نباید تمام انرژی رو تقسیم کنیم روی این 10 تا کار. باید 2 تاشو انتخاب کنیم، 80% انرژی و توانمون رو بزنیم روی این 2 تا کار، تمرکز کنیم. اینجوریه که نتایج بهتری به دست میاد. این اصلا چی میگه؟ میگه 80% نتایج از 20% منابع به دست میان. میگه شما اگه میخوای نرم افزار یاد بگیری، 20% اون نرم افزار رو خوب یاد بگیر، 80% کارت رو میندازه. واقعا همینه ها. این شما مثلا فتوشاپ، اتوکد، هر چیزی 20% رو قشنگ یاد بگیرین، 80% کارتون رو میندازه. نمیخواد همه نرم افزار رو همه چی یاد بگیرین. اینه. حالا من یک مسئله که خودم دارم اینه که تو سال گذشته تجربه خیلی زیادی دارم. تو حوزه بازار مالی هستش، معلمی هستش، تدریس هستش، مشاوره هستش، کار معماری هستش، طراحی هویت بصری و لوگو هستش، بعد یه فروشگاه اینترنتی اصل داریم. اینا همشون هم کارهای خوبیه، یعنی نتایجش قابل قبول و بالاست. ولی خب من که دیگه سالم داره به 30 نزدیک میشه، کم کم باید اسمشو خط بزنم و 80% زمان انرژی رو بزنم روی 20% این امکانهایی که دارم. کلیتش همینه. یک انداز بکنین که اگه زندگیتون دچار پراکندگی فعالیت هستین، یه سریشون رو بزنین کم کم کنار. بیشتر انرژی توانتون رو بزنین روی اون 20%ی که نتیجه بهتری به دست خواهید آورده، بررسی بکنین همشون رو و این کار رو انجام بدین. همین. خیلی مخلصیم، ارادتمندیم و فعلا.